رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. خداوند تبارک و تعالی با اینکه در آیات مبارکه زیادی امر به تصدق و دستگیری دست مسکینان و فقرا نموده است و اینکه نیازهای آنها را برآورده نمایید، مثال عملی را نیز در فرض نمودن ماه مبارک رمضان بیان داشته است، طوری که حضرات علما رحمهم الله فرمودند که یکی از حکمتهای ماه مبارک رمضان و روزه این ماه این است که شخص از گرسنگی خود گرسنگی دیگری را و مشقت او را بر این گرسنگی بداند، از تشنگی خود حال تشنه دیگری را بفهمد و بداند و احتیاج خود به مواد ضروری حیاتی را وسیله و دلیل قرار بدهد بر این که برادر مستضعف دیگر او، خواهر مستمند او نیز به این چیزها ضرورت دارد. بلکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام این ماه را ماه مواسات ذکر فرموده است، یعنی ماهی که صدقه در این ماه و دستگیری فقرا در این ماه میبایست از ماه‌های دیگر بیشتر گردد، ماهی که همدلی و برادری دینی در این ماه تبلور بیشتر و ظهور بیشتر میبایست پیدا بکند. پس بر هر خواهر و برادر مسلمانی که در ماه مبارک رمضان توانایی ای را داره که یک فرد مسلمان را از گرسنگی نجات بده و رهایی ببخشه، این کار را بکند، زیرا صدقه علاوه بر این که رد بلاست، سایه در روز آخرت نسبت به شخص متصدق و صدقه دهنده می باشد و متصدقین و صدقه دهندگان در روز قیامت به زیر سایه صدقات خود در امن و آرامش می باشند. و علاوه بر این در شبهای ماه مبارک رمضان در حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام هست که از جانب پروردگار به منادی و فرشته دستور فرا می رسد که در هر شب این ندا را 3 بار در میان بندگان بزن که من یقرض الملیء غیر العدوم والوفی غیر الظلوم، چه کسی است که به خداوند تبارک و تعالی به ذات غنی پروردگار صورتاً قرضی بدهد. صدقه‌ای که شخص عطا می کند برای شخص فقیر قرضی است که در حقیقت به خداوند تبارک و تعالی داده است، زیرا پیش از این که صدقه در دستان غنی در دستان شخص فقیر واقع گردد در ید بلاکیف خداوند تبارک و تعالی قرار می گیرد. و چه کسی است به ذاتی که وفا کننده به وعده، دهنده قرض می باشه و ظلم نمی کنه، به هیچ نحوی از آنها قرض عطا می کنه، زیرا صدقه شخص صدقه دهنده چنانچه که گفتیم در حقیقت قرض به پروردگار دادن می باشه و قرضی که او قرض هیچ وقت زیانبار نمی باشه. ممکن است که قرضهای دنیوی زیان به بار بیاره،
لیکن خداوند تبارک و تعالی طوری که در این حدیث می باشه ملی غیر العدوم، ثروتمند و ذات غنی می باشه که نادار نیست، ذات مبارک هست که بدون ای که ظلم بکنه حق یک شخص را چی که بیشتر از حق او را به او عطا میکنه. پس چی خوب است که در خزینه خود، در حساب جاری خود ما و شما صدقاتی را هم در این ماه مبارک رمضان همراه داشته باشیم، خصوصا زمانی که صدقه نافله در این ماه مبارک به اندازه صدقه فریضه و صدقه فرض یعنی زکات به اندازه 70 فرض دیگر در ماه‌های دیگر می باشه. به امیدی که خداوند تبارک و تعالی ما و شما را توفیق عبادات بدنی و مالی نصیب بگرداند. دار العلوم عالیه دار القرار. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب.